تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی دولت نهم استخراج شده‌اند. 2 خرداد 76 خاتمی دولت را با 17.4% تورم تحویل می‌گیرد. تلاش طولانی دولت و مردم برای کاهش تورم آغاز می‌شود. سال 1384 محمود احمدی نژاد در حالی دولت را از محمد خاتمی تحویل می‌گیرد که در عرض 8 سال نرخ تورم تا 10.4% پایین آمده است. دولت نهم آغاز به کار می‌کند. نتیجه 8 سال تلاش ملی برای کاهش تورم در عرض 3 سال از بین می‌رود.